اگر ما از مشکل ترین لحظه های حیاتمون نآموزیم، ما هیچگاه نمیتوانیم آن مشکلی ها را پسی سر کنیم. هنگامی که ما یگان نقشه داریم، نقشه های ما به کار نمیرود. وقتی که حیات به ما مشکلات و دشواری ها را پیش میگذارد، همیشه بدانیم که در آنجا یگان کاری خیری وجود دارد. بعضا چیزهای رخ میدهد در حیات که کاملا عیبی ما نیست، اما اگر ما از آن وضعیت از طرف خوب نگاه کنیم، ما میتوانیم که روز تا روز کارهای خوب را به اتمام رسانیم. هر چیزی که رخ داد آن میگذرد و شما کارهای را کنید که برای پیشرفت خودتان. وقتی که شما چقدر پیشرفت شدین و کوشش کنیم به دیگران هم کمک کنیم و کوشش کنیم به دیگران هم مشکلی های آنها را فهمانند و آنها را هم مشکلی های خود را پس سر خواهند کرد. و در اینجا 5 درسی است که ما باید در زمان های سخت‌ترین بیاموزیم. در حقیقت در وقت‌های سخت‌ترین ما واقعا می‌بینیم که شخصان از این بیرون میشوند و شخصان دیگری از عهده برآمده نمی‌توانند. اما در اینجا سببی هست، من به شما می‌فهمانم. یکم، کارهای مستقلانه کفالت می‌دهد که چیزهای منفی به شما هیچگاه رخ نمی‌دهد. اما این کفالت می‌دهد که کارهای مستقلانه زندگی شما را خوبتر و بهتر می‌کند. در لحظه های مشکل از هر وقت دیدن مهمتر است که ما باید چی کار کنیم که از این مشکلی ها بیرون شویم، نه از ترس و هراس یا پنیک. اگر شما حاضر در جای کار خوبه، در زندگی خوبه نباشید، از خود بپرسید که آیا شما میخواهید این طور زندگی کردن رو دوام دهید؟ آیا شما میخواهید که حسیات رو در تمام حیاتتون دوام دهید؟ و در آینده ما باید کوشش کنیم که از مشکلات ها همیشه خود رو برآورده کنیم. برای این ما باید کار مستقلانه رو به جا بیاریم. این برای پیشرفت زندگی هر یکی ما شما مهم است. ما اگر خواهیم که زندگی ما خوبتر و بهتر باشه، همیشه ما کوشش کنیم هر روز، هر سحر که ما باید امروز چیکار کنیم. یگام کاری نصب کردن در کاره، یگام کار خوب کردن در کاره، خوندن در کاره و فکر کردن در کاره که ما امروز چی خیلی زندگی خوب داشته باشیم. و همیشه باید ما فکرانه مستحکم و فکرانه پوزیتیو داشته باشیم. و دیوم، بعضی چیزها و عقیده های دیگر نفران نه آنقدر مهم نیستند. لحظه خاموش ایستید و از خود بپرسید که من برای پیشرفت خوب، برای زندگی خوب داشتن چیکار کنم؟ و شما فکر عقیده های خود را اول در جای یکم کنید. شما چی میخواهید؟ این شاید کمی هم باشه زندگی شما را عوض میکنه و زندگی شما بهتر و خوبتر میشه. هیچگاه شما به عقیده های دیگر نفرها گوش ندهید. و دیگریش چیزهایی که باید عوض شود. هیچ چیز با مهلت طولانی تغییر نمی‌یابد اگر شما کوشش نکنید برای تغییر یافتن زندگی خود. چون یگان نفر، یگان شخصی برای تغییر زندگی ما کوشش نمیکنه،
وقتی که ما کوشش نکنیم هیچگاه در فکر ما شما کسی نیست، در فکر کسی ما در فکر خود ما باید خود باشیم. هیچگاه پروای ما شما رو نداره. زندگی ما چی خیلی میگذره. تو وقتی که ما تا آن وقت کوشش نکنیم در زندگی ما یگان بهبودی و در زندگی یگان نوآوری رو نیاریم. شما کوشش کنین که یگان چیزی رو در زندگی خود حفظ کنید و دیگری باشد این هم میگذرد. شما کار کنید برای پیشرفت. شما چی در لحظه هایی که شما شانس و شرایط دارید شما کوشش کنید. هیچگاه یگان ممانعت نمیتواند مناسبت شما رو نسبت حیات تغییر دهد و ادامه دهد که زندگی شما خوبتر میشه و در گذشته چیزی بود دیگه آن رو فکر نکنید که گذشته شما بر نمیکرده.